خب نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل ها و پیام های شما عزیزان. 120 ثانیه این هفته رو آغاز میکنیم با تشکر از امین از شیراز. چقدر خوشحالمون کردی که ایمیل تو برامون فرستادی و اینکه متوجه شدیم که بیننده پروپا قرص پیک شادی هستی. دوست عزیز ساسان حمیدی از رامسر، پیام شما دریافت شد. سلام شما رو هم به همه دست‌اندرکاران پیک شادی میرسونیم. آرزوی پیروزی داریم برای شما. دوست گرامی سارا مخلصی، تشکر میکنم بابت خبری که فرستادیم، به دست قسمت‌های مربوطه رسوندیم. اصغر عزیز از کانادا، شعر بسیار زیبات با دکلمه قشنگت به دستمون رسید، حتما به شکلی استفاده خواهیم کرد. دوست گرامی رها آرزوی خیلی قشنگی کردن که ما اون رو به همه شما بینندگان عزیز پیک شادی تقدیم میکنیم. نوشتن که امیدوارم با جمع کردن سفره 7 سین نوروزی قرآنش نگهدارتان، آینه اش روشنایی راهتان، سکه اش برکت عمرتان، سبزیش تراوت دلتان، شمعش نورانیت قلبتان و ماهیش شوق ادامه زندگیتان را به شما هدیه دهد. فریبرز عزیز عکسای بامزه فرستاده که برخیشون رو با هم می‌بینیم. در عین حال من از فرصت استفاده بکنم و تشکر کنم از عسل تبریز، سیروس مختاری و حسن هادی به خاطر عکس‌ها و فیلم‌ها و مطالب طنز جالبی که برام فرستادن. ناصر احمدی کلیپ دستبوسی خمینی به دستمون رسید. این هم نمونه از اون تفرعن مشمئز کننده دجال کثیف و جنایتکار بزرگ قرنه که میشینه و دستش رو دراز میکنه که نوبتی بیان و ببوسن. حسن خان ممنون از ایمیلت، مواردی که خواسته بودی برات فرستادیم، امیدوارم که متوجه قرار بگیره. دوست گرامی پاتریس خیلی ممنون بابت خلاصه کتاب فوق‌العاده‌ای که فرستادید. سعی می‌کنیم به همون شکلی که پیشنهاد کرده بودین ازش استفاده بکنیم. امیدوارم که باز هم در این زمینه‌ها به ما کمک بکنید. دوست گرامی پریسا بسیار ممنون بابت ایمیل پرمحبتتون، پاسخ جداگانه‌ای براتون ارسال کردیم.